دقت کنید. مثلا کمی پول جمع کردید. آیا میدونید که آدمان دائم چگونه خطا میکنند؟ خطای کلان آدمان چیست؟ وقتی آنها پول جمع میکنند در حال خود را به لایحه‌های کلان میزنند. میگویند اگر در این لایحه موفق شوم یک عمر برایم بس است. این خطای اساسی آنهاست. خود من هم همین خیل بودم. من با یک لایحه میگشتم. آن 10 میلیون و 800 هزار یورو ارزش داشت. من با آن لایحه از یک سرمایه گذار پیش دوم میرفتم، از سوم و چهارم پول نداشتم، راهگیرا نداشتم، خیلی دشوار بود. پیش رئیس شهر در آمده او را باور میکناندم به من زمین دهید، چون میبرآمدم برای تاکسی پول نداشتم. رئیس شهر از من پرسید به شما چقدر در کار؟ من گفتم 4 هکتار. لایحه هم 10 میلیون و 800 هزار یورو ارزش داشت و از همه عجیبش من سرمایه گذاران را یافته بودم. خیلی غلطی است. من میبرآمدم، حتی برای در آشخانه خوراک خوردن پول نداشتم. انسانی ناسالم. حالا به یاد آورده فکر میکنم من ناسالم بودم. من یک دوست دارم در بلخش آسایشگاه ساختن میخواهد. هر دفعه وقتی نشسته چای میخوریم در آخر به من میگوید $100 ده. من میپرسم برای چی؟ برای راهگیرا پول ندارم. میگویم آخر تو از من 10 بار است که میپرسی. میگوید چی کار کنم؟ همه پولهایم صرف شدند. در بلخش آسایشگاه میسازد، در قزاقستان. از بس که لایحه‌اش کلان است آن همه پول او را میخورد. او پیوسته سرمایه گذاری میکند